آخش بمردم. عباس لالا سید احمد یا قاسم صدا کو. آخه الله بمردم خدا. آخش آخ چیکار شده جواب؟ هیچی لالا سرم درد. عباس جون بده کاکا قاسم را صدا کن یک تکسیر بگیر گردا بیار بده تیز دیگه بده. عباس بزی نکنی برو به کاکا قاسم بگو بزی بر تکسیر داره بیاره بده. آخش اینجی نه برو. آخ دل بتر سرم بتر. چه کار میکنین لالا زود کو دیگه به دکتر بگو. دکتر صاحب چه کار میکنین دیگه؟ تو باش لالا دیگه تمام مشکلی نداره دیگه دقیق میکشی دیگه. دل درد نکنه لالا. قاسی بله سلام. چه کار میکنی دیگه؟ عباس بیا. بله انا بوست کنم. بله لالا دوار نستوندم. دو میردن دو آخه دم کوچی سرو میستونه از اینجا نمیستونه بری. ها؟ برن دم کوچی سرو میستونه. از اونجا بستونی؟ بری. آخه تا اونجا بریم دمش سیروم چیزی بده تیار چه؟ برین دیگه گات بکم کو دیگه. چشم بریم. عباس ایت بریم اون اونجا تسکی اونجا گایه. بریم. لالا چه کار میکنی دیگه؟ تو که نمیای 1 ساعت معلف کردی 100 روپیه پول بری ما میدی. برادر بیا دیگه من 1 ساعت معطل شمانه. لالا چه کار میکنیم 2 ساعت ما آدم غریب کاری به اینجا علف کردیم برادر آخه 100 روپیه کرایه بری ما دادیم. خب مریض داریم ما. راست میگه لالا دیگه قیقدات میکشی 100 روپیه موتر به آدم میدم. لالا 2 ساعت ما به اینجا علف. باشه 2 ساعت کرا 100 روپیه میده تیل بشکی 10 روپیه شده. لالا آخه بریم من نغزیگاه خو اینجی گرون میدم آخه بریم از اونجی از منطقه خود دعا بگیریم. نسخه بریم همیشه بریم. بریم قطع کنیم ماما. عباس بیا که بابا کنه خدا سوهری کنه. یاد داری دیگه؟ یاد نداری؟ من یاد دارم. چه هم گیر میکرده خرید تا پرید میکنه. دانه ببند باشه عباس هر استیکی دارم شدم. چینه خرابه آنه جا شد عباس. قاسم چه کار میکنی؟ بله چه کار میکنی؟ هیچ چیزی امیر محمد ترک ما بسته کنه من کجا بری؟ ها؟ من کجا بری خود از سکه؟ شما گفتین که برو من چون دعا بگیرم. برو جو خب نگفتم بس سکل برو خود بده دیوالا میزنی خود میکشی یک کو مریضت هم خود مریض میکنی تا سر مره. نه شاید من مریض شه به سکل آداس هاشه مریضه. خب در دیوالا میزنی خب بزن موترا میکنی. این به در دیوالا میخورم. من در دیوالا به جون من نخورم. من به در دیوالا نمیخورم. قاسم جو ها انا یه زهری په پولی هم نقصه و 2 دقیقه فقط دوار میستونی میاری یاده تیز دیگه سکل مکله که نمایه 1000 روپیه. لاشته پرسیدیا کردن خر قلم میکنه. بده سکل منو نمای به سکل دیگه زودی میشه. برو جو با ما قند پیش نکن دیگه برو دیگه. چی بستانو؟ گفتم دو همین نقصه دوار بگیر 2 دیوار دا بیاره ادواخونه بده. عباس هم میبری خواهده که میرو یک کدیخ میارم. خب برو دیگه برو زودی میام تیار نشد نه برو دیگه هم دوار بگیر اگر چی هسته بده. چشم. آخه اما شما بگفتون که برید دوار از این دو پیش دفتر بستونین گفتیم برای من درس نزدیکا سر باش که تو رو هم تا بازار تا میکردم میدم. خب میگو تا شده تسکی بیا بالا قال بقال برو میگو عرکت خوب. برو زودی رو بیا بده. بیا عباس اونی به خیالم داخلی اینجا که عباس بیا گشنم بشد و عباس عباس بیا اینجی. فرمان چی مدلو؟
بله ماما بیاین اینجا. بیا شما جلوتر بیاین. بیا عباس بیا. نسخه آوردیم. بله ماما اندازی 1000 چیز بده ماما، دعا بده منه همینایی که نمیشته بروی بیشتر نمایی ما 1000 اندازی رو باشه. سلام علیکم. سلام علیکم. این گفتم ماما اندازی 1000 ریپیانه چیز بده منه دعا بده خاطر برای من خدا شفایی بدنه، خیلی مریض شده. من چه کار شده؟ شما از کجا رو گرفتین؟ این از شهر نو. این باید از اونجا بگیریم، دوارم باید از اونجا میگرفتین. این نقطه شما شفریه. این نقطه شما شفریه، ما نقطه نمیفهمیم. شما سواد نداری پس اشته می آمدیم اینجا دکتر شدیم دواخونه شدیم. نقطه شما شفریه این. بله؟ شفریه نقطه. اشته این شفریه. نقطه کسی بعد اون دکتر که چیز کرده برای اون دواخونه که من بغل دستی بودی برای اون نوشته. این نقطه رو ما نمیتونیم بخونیم. این نقطه شفریه. عباس این لالا به شفره نمیفهمم. شما باید بریم این کامپیوتری کنی که شفره داشته باشه. این شما همین نقطه که از اون جایی که بگرفتین ما چیز سونه از این دکترها شهر نوستونیم. من اینا گفتم که لالا من گفت که اینجا شهر نه و کرایه دیکون اینا زیاد گرون میدم. قبول دارم درسته گپ شما. حالا این نقطه که اون دکتر نوشته که به سر اون دواخانه که بغل دست نه متوجه شدین؟ بله این نقطه شفری به سر اون دواخانه. این دیگه دواخانه نمیتونم دیوار دادم نمیفهمم. من خود من شخصا متوجه این نقطه نمیشد. شناخته نمیشه نمیفهمم. شفریه. بله شفریه. این شما باید برید شخصا از اون دواخانه که یا برید از جا دیگه اون دواخانه دیگه باید نشون بده. ما متوجه از این نقطه نمیشیم. خیر بینیم. شما خیر بفرمایید. شما با شفره دیگه نمیفهمید. نمیفهمم نه. تو شفره کسی نوشته که اون دکتر دواخانه اونجا چیپسی پیپسی اینا که نوشته. نه نوشته دیم. چیپسی پیپسی نمی‌نوشته نیه. هم نوشته اون خودم متوجه میشم. شما باید برید اون دواخانه که اون دکتر که اون نقطه رو شما داده بعد دواخانه هم بغل دست اینه بعد این دواخانه شفری به سر اون دواخانه نوشته. شما باید به نقطه خود از اون جا بگیرید. این ما متوجه نمیشیم. برو ملالا خود چی بگم؟ برای بگی این نقطه شفری بده از دواخانه دیگه تعیین کنیم. خوبه. بریم بخیر. دوای رده جا بستونی. دو رده جا بستونی دست ما ساختنیه ما متوجه از این نقطه نمیشیم. شما یعنی بزی نمیفهمید که مثلا خود چرا ما نقطه ها میفهمیم؟ بعد از این نقطه نمیفهمیم چون شفریه. فهمیدم. ما تمام این مریضایی که میان دعای رو میدیم. برای این نقطه تا این نقطه شفریه. متوجه از نقطه. بعضا دواخونه هم بعضا دکترای هم بعضا دکترای تنی هم مثل قصیدی هم که برای مزمون جگو بستونی میگم برای مثلا از بندر عباس بستونی. بعض دکترها درست کارم کار درسته. بعضی ها نگاه کنم نقطه شفری میدن که یعنی از 100 ویدیو باشه یعنی 200 ویدیو باشه امکان داره کنیم از مثلا شفری نوشته کنم از شما بستونم. خیر بینیم ماما. خداوند شما دکتر صاحب موفق داشته باشه. اگر چیز کنیم بریم مثلا بریم دواخانه دیگه هم بپرسیم. دواخانه دیگه هم بپرسیم دواخانه دیگه هم بپرسیم. خوبه. کار خدمت باشه. باشه برادر. خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ. خیر بینی که بابا مو گفته. شفری دیگه ها؟ شفری. با تمامی جو بگو شفری. آقا دیگه شفری میگه هر چی اون اصلا من دواخانه کنشون بدیم نه شما میگن که شفری یعنی. خدا خیر بدی دکترای شهرمور. نگاه کن بیچاره یک ساده روی تمیز نقطه بده نقطه شفری بده یا متوجه نشده. عباس بیا اینجا هم کو کسی نیه. بله سلام علیکم مندرم با شما. خوب خیریتون جانجوره. عباس بیا چی بکنی؟ شفر چیزی چیپسی میپسی چیز بده. چی میگن شما؟ اینا دو چیز هیچ چه میشه خیالت مناره. ماما این دعا بدیم اندازه 1000 ریپیه. این ماما جون این نقصر مدر از این دواخانه که بستونده از این جگاه بریم بستونده. بله؟ از این دکتر که بستونده نقصر به شما داده از این جگاه مگرم بستونده. بابا چی رقم شما بیریشیم از این بیرید من بیام ماما. من بیام نه بیاین. سلام مندرم. سلام علیکم. خوبم خیلیت جانجوره. این برو را قربه کردم از این دواخانه که بستونده. بله از این دکتر پالویو که ما از شهر نوستونده. خب از این شهر اینا میگن پس به دواخانه خود بریم به خاطر که این نقصه ها شفریه. بعضی دکتر صاحبان اینو خیانت به مردم میکنه.
راست آره این بگم پس از این دواخانه خودی بسونیم چون دیگه کسی نمیفهمه. این شیفری شما فقط ماما شیفریه. ماما شما که سواد دارین چرا نمیفهمید؟ سواد دیگه این کاری هست که بعضی دکترها خودم دواخانه فعلی خود شفر داره. آره میگه از این چیکار میگن دوباره از دیگه جا نسونه چون دواخانه شده از خود باشه. بعضا میگم که ایت دنبه کلی خود اگه من میخورم منم بفهم که مثلا یک چیز بد یا چیز مثبت. میتونه. ببخشید دیگه. خواهش میکنم شما ببخشید دکتر صاحب خیر بینید. اومد باشین. این شف پس از این تا پاکستان هم برم شف. فقط دیگه به هر کجا که بریم کسی خونده نمیتونه وقت خورم ضایع نکنیم طلای سکل شما مصرف میشه دیگه. پیاده ما سکل نداره من دولت سر شما من یاد ندارم سکله. و پس پیادم مونده میشیم پس بریم هم دواخانه خودی و از این جو از پیش می دکتر ما به می لالا خوب گفتم لالا بیا از این دوار بستونی گنده گیرون میدم چون کرایه دکون از اینا 50,000 روپیه بریم از محله از شهر میستونیم داخل بازار میستونیم عباس بله خیر بریم خدا شما خیر بده راست میگم این بعض دکترها هم میتونه انا مسلمان الله میکنم به خیر خوشی نادرگی دمی سر مفته که برد کار کنیره عباس دعا داره اینجا داره دیگه می یا به شب شروع دیگه یا به شب باز جا کن ماما دکتر جا کن ماما دکتر ماما بله بیاین ماما خاطری که ما چیزه مونده شده شل فیل شدم گردن شما بند باشه اگه دروغ بگم خب شما بیایید بله شما بیایید به چی کار بیایین خب بیایید شما سر کن چی ماه نسخه خب بیاره بچه مگرم بریم پیشینا سلام علیکم مونده نباشی خوبه ما خیریت اینجا جوریم این برای با خدا شفای بده ما یور مرغ مرگی بگیره انا این چیز نه انفلانسا مرغی گرفتن چیز انا این نسخه انا چیز کنیم انا اندازه 1000 روپیه با ما دعا بدین انا سیروم هم باشه برو خوب جا کدی دکتر ببردی بدیم پیش عمه خوب دکتر کجای دیگه شما مگه فقط با من اینجا خبرنگار لس آنجلسیم عباس این بر بیا خب شما میپرسون دیگه خب بلا خوب ببردی بدیم پیش دکتر صاحب به شهر نو خب بله خب ای ببریم از همون دکتر که سنده بدیم نقصه به همون دواخانه اینجا بستانه که چره؟ این رمز خورده بیدا عباس شما دکترها همه میفهمیم مولا ما 4 تا دواخانه دیگه هم برفته میگم رسم خورده آقا دیگه رسم بیشتر ما رسم خورده خب دوا گنده داده دیگه خودی از اون دواخانه خومیده این رسم خورده آه ماشاءالله کاش که من مثل شما سواد دارین دیگه بله ها چند روز سواد خوندین خیلی ماشاءالله همه ما میفهمیم دیگه رسم و ممزی همه میفهمیم ماشاءالله این روز مو شده باشه که مثلا بیامده باشه یک مریضی یک خلکنده غریبی مثل ما پیش شما آمده باشه یک دعای داده باشین که به تیلری برده نشه نه ماشاءالله خب ماما کاش کمی پیار ماما نمیشه ماما شما بیاین خدا این برارم رو صحبت کنیم بگیم ما بس کارم بریم درس بخونیم خراب ما روز اول برفتم من مکتب رفتم من اونجا معلم صاحب گفت نمیشته کردم گفت تو یاد نمیگیری دیگه نیو روز اول بیامدم بیری شدم گفت فور فیصل شدی خب یاد نمیگیرفتی دیگه الان اگه من میفهمیدم مثل شما رسم میدادیم مثلا چرا ما برفتید برای خوبی بده به دیگه جو حالا شما نمیفهمید بزی ها دیگه همون جگا ببریم به مو دکتر آخه مریضه خب همون دواخونه پال دکتر دیگه این کاغذ ببریم نسخه از همون جو بستانیم خیلی بیدیم دیگه سواد شما بیشتر نیه نه دیگه هرچی میفهمه دیگه بگفتن شما ماشاءالله خیلی بینیم ماما شما از اون دکترها شما نیم دکتر یا پیربرار شما دکتر صاحب نیم خلیفی شما نه بله ماشاءالله شما ماما ایت رسم میدیم که مریضات غریبای خنکنده تا شما ببریم علاف کنیم برات خوب نه
ماشاءالله خیر بینیم. خدا شما رو ما به دین دنیا خار نکنه. آمین. زنده باشیم. من هم بگیم دیگه والله. خدا ماما خوردنی چی نداریم؟ نه. چای مای نون مونه؟ نه هیچی نداره. گردن و بند باشه گوش نشد. خب خیره باشه ماما خدا حافظ دیگه. خوش آمده. زنده باشیم. بچه خاله. بله ماما. خیلی گوش نشده. گردن و بند باشه نیه گردن شما هم کبی از روی بند باشه. که این تا گوشنگی نیه نمیفهم که مسیر خونه ما به کدو بره. خب ما کدگه چی ندارم یک مالتی هست اگه چاشت میمون هم میشه بیای. خیر بینیم ماما جو. خداوند ماما شما رو خیر بده برکت بالی به عمر شما باشه ماما. این مالته سل میشه آدم دیگه. دیگه یک گوشیک شکم شما میگیره. ماما این مالته رنز نداشته باشه. نداره. نمیکشمه. نه. خیر بینیم. کم بود. با عباس نداری یکی بدی عباس. نه دیگه یکی خودی هم بخوره. نه بابا خدا حافظ ماما. خوش آمد. خیر بینیم. خیر بینیم. زن و بند باشه عباس نسخه بریم عباس که بگیریم دوار شد از آن پیشین رو بدادم عباس نیه بخور دو سر مر بکو عباس که مالته به تو داده عباس بیا اینجا میریم پناه به خدا یا الله اجازه باشه ما بیام بفرمایید. اجازه باشه سعی کنم اشته چیزا بزنم بفرمایید غیر نداره. شیرینیه دیگه بله آقا. با سودا میخریم از شما واسه کم کنیم عباس ما این دعاخونه ها نمیفهمم اندازی از پیاده دعا بدین که برار منه خاطره که ناجور شده چی بری؟ ما کلوچه نماییم کسک نماییم مثلا اگه مفته بدیم ماییم این دعا بدیم مثلا آمپول و چیزو همین سیروم و دعا و ایت چیزا برار من ناجور شدنه همه دعاخونه برفتیم میگن رسم داره بچون رسم داره گفتیم بیاییم از شما بشتونیم این خود تو دیونی که جویاشیاره اینجا دکون خوابار فروشیه تو نقصه دعا خوبه اینجا بردی چی دقیقا ماما شما چی گفتیم اول؟ اینجا گفتم دیونی آشیاره اینجا خیلی خوابار فروشیه اگه آدم بیاره دعا بستونه از شما آدم از شما بیا سودا بخره دیونه آخه اینجا خوابار فروشیه آخه خو خار من کم اینجا خار ندیدم خار اگه باشه به پامو میخله خود چون کاکا دیونه که با ما میگی خار میفروشیم ما عباس حال شما دعا نداریم؟ نه اینجا دعا خونه که دیگه آخه دعا تا دکنه تا معلمه که دارم گردن من باشه قرص دارم گولی دارم چیز دارم نه اینجا نیه دکونا فرق میکنه فرق میکنه؟ آه اگه ما فرق نمیکنه؟ نه دکه دیگه بدارم بردا اینو از آخر هم حساب میکنم نه بابا آه سودا نمیخرم از شما نه ایوه دعا ندارم که تو بخری اینا رو حساب میکنی؟ آه یا که دیگه به حق شما دعا میکنم بعدی میگو که به سر سفره بگه الهی خیر بینیم چه کم مصیر شه آه بردا با عباس هم دارم نه دیگه عباس بخور نسبی به عباس برمیدارم بده خیر بینیم آنی شما نداریم نه خوب پس خیلی باشه یک کم چیز بدیم ماما چی؟ گولی بدیم که برار تیار شیله اینجا دعاخونه نیه آخه برو با دعاخونه که برار تو گولی بدم خیلی سرده داری کاکا بریم عباس یک کلیچی دیگه بده والله نه دیگه برو اندازه اونه دعا کنی بسته منه یک کنی اون دعا عادی بیدک من دعا میکنم نه تو دعا تو نمیگی گردن به من دعا میکنم نیه دیگه اما یک از عباس تو دعا کن شب کنم دعا میکنم خدا به می بچه خاله یک زنه بده که سال به 12 و دستی سلت شه خوبه؟
خداحافظ. خداحافظ. این چه کار کرد؟ برای گفتم با 2 دقیقه تو وقتی بیا. یعنی ما این نمازدگرش یعنی درکوی زینیه. سگ زنگ بزنم رزی. گوشی ازم بوق میخوره ورد میداره گوشی خو. این ساعت 9 بجه من ری کردم برو گفتم با 5 دقیقه دوار وردا بیاره که دواخونه بگیر وردا بیاره. یعنی این 2 بجه شده. این تکاتکوری نکرده باشه این با اون واقعی بر نفرمش تکن خود ازی اینجی ناله میزنه من چکار کنم چی خاک سیاه ساخو کنم من چکار کنم خور چند چوکه کنم عباس میریم هر جا میگیم بیا مانیم چه شده میگیم لالا برفتیم هر جا برفتیم نسخه گفته که رسم داره ای گفته رسم داره این نمیچله انا خودگه های مالته هم بخریدیم و خود گوش نشدیم 5 ریپ مالته خریدیم نوست داره های رسم داره مالته کجا بشینیم بخوریم کجا اینجا خنوکه سایه تو برای چینگازی دیوال بشینیم بره گوله بسی نکنه که عباس که یک مالته بتونه میدون گردنه و بند باشه اگی تو باشه نگی دیگه با چیزه مالتار بخوردیم بفهمیدیم بگین سانجبیت خوردیم بگین ما گوش نشدیم لالا خیلی گوش نشدیم سانجبیت خوردیم کو آی کش عباس آی کش بگو آه نوشه جان که عباس عباس میگه نظافت جز میمانه پرتو کن مالتاری بری بر پستایو خود مالتر پرتو ندی عباس شیطونی نکنی مولانا بگی سانجبیت خوردیم عباس یک آی بکش آه نوش جان کو بخور عباس اینا نمانم اگر کلالا میگه چلی پولار مالی عباس گوشنه هم باشینیم ساعت خیلی دیر شده باشه سبج روز خیلی بود قیق میکشه عباس قیق میکشه زنکتیه عباس چی؟ خاله ما نمایی ما خاله جو ما خودی ما اسمس نکن خاله من خاله تو نیم قاسم خاله تو نیم خاله جو قیق نکشیم خاله شما بیایم مالته بخوریم خاله های تو یک دفعه بیا یک موقع خاله رو تو نشون بده که چی رقمه اونجگان زفناله میزه که مای بموره توی سا کن خاله به من بگرد کردی قاسم ساعت 9 جمع تو ری کردم به ساعت 3 بجه شد آخه تو تالی درک درو که نکردی گوشیر پس نکن که سعی کن من چی میگم بره تو از خوش سر صاحبی نداری برو خاله خودی بگم مزایم نشو رنگ تو به خاک شما خیال میکنه ما به قصی از این گپایم با خوار مادرمانی تو قاسم گوشی پس نکردم گوش خود بشه که چی میگم قاسم من خاله تو نیم قاسم لا اله الا الله محمد رسول الله چه کاره بچه همه خودم جل گرفتی برا خدا رو
تیار جان شما جور تیار است شما بخیره شکر زنده باشی چه کار شده برای شما یک زقیق میکشین آخه ساعت 9 درک کدوم گفتم برو این نقطه 2 برو خوب بگیر اگه ساعت به دال درک نکرد او اینجا زفناله میده که ما بموره مریض خوب غمی نداره تیار بشه میاد دیگه با هم سیدو جان شکر تیار جان خیر خیریت سفرا بخیر عاقبت بخیر تیار میشه که ما بدیدم شما میومدین دیگه فرق نمیکنه ما شما فرق نمیکنه بالاخره دیروز بیامدم مشکل نداره حساب والمقال نکنیم میای برو جو واقعی ساعت 9 بجه بیده که من ریکن گفتم جواد مریض بی گفتم نقصیر برو دواخانه دوار بگیره یعنی ساعت 3 بجه شده آنی درک نکرده بنصر هر کارم که ریک کردم یک هفته بیشتر دوام نکرده خب من خود چند چکا کنم پیش از اینا کدو غم از اینا ما بخورم خب مشته کنم دو جان شما بگین من چکار کنم از اهل بچم جان بالاخره ما شما خودترم او به حساب رای نمیکرده برات نقصه و یک آدم هوشیارتره خود شما برمیخسته میرفتیم برات نقصه رو میگرفتیم حالا که مشکل نداره هر جا باشه پیدا میشه به زیر هم تشویش نکنه اگه خیلی گپ چیز مشکله که من برم او پیدا کنم با کجا رفته نمیفهمم دو جان مسئله نیه که ولم جای درک بید خود من میرفتم آجا چیز نداشت دیگه حالا بریم بخونه بریم بعد من بیای میشه جان که عباس بخور عباس بگه میگم اینجا مالتا خوردن تو اینجا میخوری مالتا میخوری برو بخونه خود مالتا بخوره بله برو بخونه خود بشی مالتا بخور تو ربطی نداره و من ربطی داره سخور بکن تو سخور بکن نمیگیره سخور نمیگیره یه طرف رخ نکن ماما با تو مالتا بگو با ما باید کن نمیگیره آخه نمیگیره سگ این سگ جنگیه سگ جنگیه نمیگیره نمیگیره ماما جون لوستر برو آنی لوستر برو نه نمیگیره ماما نه یا تو گردن تو بند باشه ماما رخ نکن شگیب میترس آخه زنه به چه داری؟ جانو به سر زن خود داری تو این لوستر نری آنی نه یا رخ نکن شیم میترس دست دو تو نمیگیره من نه کار نداره یک مالتی به تو میدم نه یا من مالتا هم نمایم برای خوب بگردم میرفتی با خونه خود میشیشتی میخوردیم مالتا خود نه سگ میگیره بعد چیزی گنده بعد گنده چپ سعی میکنه نیه ای جنگی آخه جنگیه؟ آه نه بابا ای جنگی روزا جمع میگم پول مالون جنگ میدم جنگ میکنه؟ آه خوبه گرم سرد هم هستی خیلی پیر شدم ماما همین سگه پس کن کار نداره برای شما کار نداره در جمع مالتا خوب بخورم برو ماما برو من این جگاه میشینوسه میکنم چی رقمه آه به چی خوبی مرد میشی ماما او سگ برو کار نداره جنگی های؟ ای جان جنگی یک حساب دیگه هم داره ای نه بابا این حساب دیگه هم قصد کنال اگی با پول مالون که ببری که جنگ دی به شرط بسته کنی و 10,000 و 20,000 شرط بسته میشه نه بابا و خصوصا دیگه شرط چیز دیگه هم داره که با خود سراک مرغ داشته باشی شغالی 4 تا 5 تا شغال طالبه گرفته به سراخ و مرغ هم داریم مرغ؟ عادی داره مکیونه اون مکیونه که تو خون میکنه دیگه اون شغال ببره دیگه نه بابا یعنی اگه مرغا شغال بخوره گاهی وقتی میای کمک میکنه فقط دیمم ضد شغاله حتما حتما این درجم باشه این سگ دیگه ما یه هم افزونیشونم درجم بخلو نه خواهش میکنم من کسی خو میگم دیفتر میخورم این تا حال هم تا که شغال بیایی بخوره مرغا رو میگیره این فقط ضد شغاله نه بابا خیلی بد چیزیه خودی که هم رنگ شغالی ماما هم رنگ شغال هم هست ضد شغاله بود ضد شغال ها؟ تا حال چند تا شغال بگرفته یعنی حساب کده نمیتونم نه بابا ناتول هیچ ماشین حسابی هم جواب نمیده ماشین حساب که خدا میدونه دیگه ماشاءالله عباس ماشاءالله این دیگه خیلی قیمت داره دیگه این قیمت ازی خیلی لولو نه بابا عباس خوش داری و تو بخرمی خوش نداری سگه این سگ فقط مرغ دیشتی باشی به سرا خوش داری سگه به تو بخرم نه این سگه الله خوب سگیه نه بابا گوشیتون بیام زده دیگه بیارده که برفروشی دیگه های نه نمیفروشم چرا مثلا اگه برفروشی چه کار میشه تو نمیتونی خریده نمیتونی خریده ما خیلی پول داریم ما
یعنی برو خوب اگر دم قیافه تو میبینم تو خریده نمیتونی. نه بابا آه رستی. قیافه ما چیکار شده؟ نمیتونی خریده. یک آی بکش. آه الله شوی بکشه. ملتمی؟ نه دیگه ملت نمیخورم دلجان بخورم. شغال میگیره دیگه ها؟ قدی شغال ضد شغاله. بیلا. بزی چی نون میدی؟ چی میدی؟ نون میدی؟ این فقط کله پاچه میخوره. نه بابا. آه. مثلا چنده؟ مثلا این چنده؟ از 1 لک روپیه بیشتره. یا چی بگی بالاه. نه بابا. آه این خریده نمیتونی تو. آه. تو نداری هم پول بان کیسا خود تیف کنی 1 روپیه نداری. هسته 1 روپیه نیه 50 روپیه کم 1000 هسته. این تو غل میکنون قصدن 1 روپیه به کیسا تو پیدا نمیشه. این خاطر که ما نمیفهمم ما کینیم. سب کنم دستا خود پاک کنم. پیلان من لماش لشه. سه گوشت ساگه. این نسخه برار مانه که برفتین که ما سین دعا بگیریم هر جا برفتین گفتم مرتکه گفتک رسم داره این مرتکه گفتک دعا خونه والا گو رسم داره رسم نستونده ما دعا نه میتونی بخونی سکو رسم بیار همون دعا خونه دار خوندن نتونستم میتونم رسم داره دیگه این رسم داره و تو نمیفهمی انه این پولا هنه بس 4.5 دیگه اینجا پینجری پا مالته خریدیم هنه هم 900 9.5 هنه این پینجری په کم 1000 اینا پول نیه اینا مال پول نیه که خاطری که من نمیفهمم بس اینا که من اینا که پول گفته نمیشه بله ساکس گشتا مخته با هر جا که بری 4 زنی زنی میام همینجا پیش تو میکنه اینجا پولا خود تکولا خود میگذاره با نبینی با کیسا نه ما کار ما که دوست کنیم لالا دیگه خدای نکرده خب این مثلا چند قیمت اینه این لالا میخری والا میخری اگه بخریم مثلا یا بخری برای تو من 2000 میدم 2000 روپیه شغال میگیره دیگه این دلجام بکنم شغال از من سرا که من دیوال که تایر نزونه خوب هم شغال کام مرغال بخورد فیصله که ماست که بیریش از سلا این شغال که از شغال مرغ خورده مرغال بخورد از حال بیال میشه گربه هم رو میگیره این ساعت 20 شغال میگیره این تقل میگیره چگاه شو؟ کی بود خویی به چند آخری میفروشیدی؟ میخری حالا یا نه مزاق میکنی؟ تو مزاق ما تو پیار منی که با خودت مزاق کنم والا گفته نمیشه یک دام همیت مزاق کنی خودت نه چند میفروشیدی آخری؟ یه برای تو ما آخر من 1.5 میدم که چند 1.5 من نمیفهمم 15 سال 15 سال 3000 قرون باشه از پولا ما چند بدی کار میشی؟ 25.5 دیگه 9.5 داریم 5.5 دیگه این مر نمیگیره که اگه این فقط نه دیگه آدم نمیگیره هم جنگ میکنم شغل میگیره نه بابا عباس پولا ما چی شد؟ ما کلا لقمه نداشتیم دوست نگیریم تکولا رس خیر بینی عباس کلی همی بیتر کار میکنه کلی تو کده خب نسخم باشه این اگه به دستمه بدی دیگه بار نمیگیره این فقط مطمئنم که تو نمیگیره خب بده انا ما 9.5 دیگه ندارم 5.5 دیگه لالا فقط بیاری راستم هم دم سرا خونشوینه میدم بیا دم سرا بیارم نه بابا تکودو کوچه میشینی شما فقط امیت میری به می کوچه میری باز تو میگه به دست راد باز میگه به دست شب با پس میگه به دست راد باید دست راست پس میگه دوی طرف می ما که یک دست راست داریم یک دست چپه فقط خواست به دست راست میه شما 4 دفعه گفتین دست راست و چپ خود دیگه بلد میشی دست راست میه دیگه ما به شرط که شغالار بگیره این 100% مطمئنم که میگیره شغال این گلبی کنیه نه بابا گلبی نیه بابا این گلبیه تو به عمر خودت چیزا بدی دیگر ده تومن اینو که نوشته داره نوشته نیه اونا خط کش اگه عباس با درس انگلیسی میخونه فقط فیت پای این میخونه تو صنف چندی؟ من صنف هیچی برفتم روز اول گفتم تو یاد نمیگیری بیری شو نه؟ ما این کنده ای 600 700 800 900 پینجر به مرتا خریدیم من یعنی 25 پر بخودیم 25 بستو نه لالا فقط 5.5 دیگه بیا برای خوب بگم دم سرا کم بری تو نشونی دادم می فقط همین که میره به دست راست با میگیره به دست راست با میگیره دست کوچه تامی کوچه می دست راست میگیره بگردم دست راست با برو مگه دست چپ با بگردم دست راست با بگردم دست چپ خیر ببین دست سرخی داره ببینی خوبه خوب گپیه اسم شما مشمندالی
مشمندالی نی بوق داره نی صندلی. خوبه بیا میگم سلام مشمندالی نبوغ داره صندلی فقط 100% آدمی تو بیام دست راست بی بلد میشی. موتور نمایی نه در جام بو خلال این جگو دیگه برو خوب بگردون نصیحت بود برای تو میگم. اینا خاطر برار ما با مرد میشه نده اینا من 20 روپیه شما نه مملال 20 تام نه برو خوب بگردم گرم سرد چوب میدم. کن چوب کن این خیلی تیز شده تو چی گوش شده؟ مخص اینا مزمه. خب من 20 روپیه است تو خب 20 روپیه میشه 530 روپیه. 530 روپیه دیگه میاره حتما میاری یا شغال قیمت. بگیره دیگه 100% شغل میگیره. خوبه ایت ساگه میرم که بومر خونه ندیدی بشه. دستی چند دیده هر دوی 20000 میبره 20000 میبره. خب چرا اگه میبره تو بفروشیدی خب دیگه تسم خوش مومد است تو. نه بابا آه جون خوبی تاییدی. ماشاءالله پولار چه کار میکنی پولا باز میبرم جگا مصرف میگه دستی پولا واسه که من سکیله بده خو میخرم. سکیل میستینی آه کم پول دگم جمع میکنم. انا خلاص میرم با سکیله میسونم خاطر پیاده این خیلی بینه سلام مشمندالی نبوغ داره صندلی آه 100% به خود تو بلد میشی دیگه. چشم خوبه چشم عباس هیچی از ما نمونده لالا سکو یه باری وقت سکو دیگه چی نمونده باشه. میر خوش آمدی لالا. خوش آمدی خوب گوش کشیم عجب هوشیاره به تا سرک بشیشت ملته میخوره. خدا جو روزی معواله که دو سک گدای پیدا کردم بدونم بزی تو یک مدگه خرج ما بسته. کار براتون به هر جا میرتون دکترها میگفتن چیپسی پیپسی چیپسی پیپسی انا این رسم داره گفت این گفت اگه رسم داره این شفر داره نه شفره انا این شفره داره گفت این عباس پاره که ما چیز شده نه این کاغذ پاره شد حالا این دیگر میکنه چوکو بسه واسه بسه میرزی بله بیا بریم سر بیا 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 دیگه بله بیا 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 یا عباس بیا نگیره تو یا مخته بیا کدوم انوال سب جنس شده تو درک نداری تو کجا بودی آخه؟ هر دواخونه میرفتم به جایی که دوا میفروشم برفتم همون مرتککا تا دواخونه گفتم که چیزه این رسم داره شرف داره ما نداریم دوا برو از این جایی که دکتر نشون دادی دوا مریض به دکتر نشون دادی از این جایی دوا بستم خود چرا دختر نامدی؟ خیلی بگشتم تو مال میگشی؟ ها؟ تو مال میگشی؟ او تو چرا هر زنگ زنگیشی خورده میگرفتی؟ یک زنکه که از امید امثال ما مزایم میشه میگه چی نه من مجرد اومده بیا بستو مثلا همیتا غیق داد میکشی که گوشی لاس بکر ما چوکه شنه زنکه که مس میکنه هر روز با ما مس میکنن میده انا میگه که چیزه بله با که گوشی خوردشی به من خاله و عمه میگی کن به شما؟ آه که نه گفتم با شما کی خاله گفتم شما زنگ نزدیم اشته خاله عمه نگفتی هر چی تو میگم خواستیم جواب نمیدی نه بابا خب برای یک دم میگه همشیره یک دم میگه خاله یک دم میگه عمه خب ما چی خواه شما بودین من خیالمون زنکه کا کردم من گفت نفهمیدم پس دیگه تو تا کی دیگه عقلت یادم معلوم نیه اشته معلوم نیه 4 روز زنده
این کارات ما منفجر شو منفجر منفجر ها منفجر بچه‌ام سیکنه بچه‌ام جو سیکنه بچه‌ام جو ما منفجر شو گوش کن بچه‌ام جو 24 ساعت جنجال و معرکه داره میانه نکنین بلیاد شما دیگه چرا ایت میکنه اما هرچی بچه‌ام جان من با خونه و به شیشتون گفتم باقی چوب شم آخری با سر صدا شما بالا شد دیگه بعد دیگه همین همسایه چی میگه آبرا جو با پیرزاله گدار پیدا کرده مثلا خلیفه خو ما تکنیک بازی کنه که میگه برو بگم می بیبی منه که بیام یک روز خلاص کرده بجام بیجی زغال که بردار برو خونه یک دم بیاد گفته ما چون چکارت کرده برای خود اون مرتکه من یه سر چهار روز کار کرده اون ریاله که برو کوکو برات کار کنو تو دیگه شیاری بیدی چرا کردی بچه‌ام جو سیکو تو یا بچه نادای نافهمه چیزی که میزنی آخه تو که نافهم تر شدی بچه‌ام آخی تو دیگه من خفا کنم این بده که خفا کنم آخی این زنده چی بکاره برو دیگه آدم نظر ما برو که میزنم نمیر که بزن اون تیار میکنی بخور میکشی بابا این خشتی دستی آخه بگیری بچه‌ام این نمیفهمم خوب تالی داری که بچه هم آماده برای مخونه بره اگه امرو نمی آمد با پست تو میکنم برای مخونه بره آده برای مخونه بره بزنم بره نمیزنه بیا من نصیحت میکنم بیا دیگه بره بزنم نمیزنه بره اوری بیاماد نیه بره بخونه بره بیا اومد. بیاماد میگم بیا بده پیلو که ما برون دعا بگیریم بده بله پیلو بیا بده که برون دعا بگیریم پولو چی؟ پیلوی که دست تو دادم خود نقصه بده پیلو رو ندادی چی کردی؟ ها؟ پیلو چی کردی؟ پولار هستی با جسم شما ولی چی شد؟ کجا جیست؟ ها؟ تاکیسو تیشه جیست؟ مرکمه زده ما چون با جسم چی شد؟ ای چی بده که پیلو بپری؟ نه ایگو چه کاره؟ بله. تو عدل بچه‌ام از او یک دقیقه بپرسیم چی نمیشه بگم غیر نکش پیلو چی شد؟ پیلو چی شد؟ عباس گفتن برو با من سگ و ها رستی مرتکه که بیامدن تر شیشته بیدگنه مرتکه که می جوجه سگ بیاوردگنه گفتن که چیزه این شغال میگیره تا 60-70 تا شغال بگرفته اما مرغای که شغال میخوره انا گفتن مرغا میای وقت شغال میخوره این نمیگذاره انا این سگ پول مالون هم میره جنگ میکنن عباس کو با من خوش داره میره بخرد فلان ولی سگ دادی دیگه همین عباس کو خفا میکنو خفا میکنو تو سیکو تو یالا تو کی خفا کنو بس یالا تو کی خفا کنو نه عباس کو فلان با سگ داد بچه‌ام سیکو تو ما از سفر آمدم از اینکه بیایم به دیدن می با خونه اونجا پرتای بودم گفتم باشه برم بچه‌ام با یک احوال بگیرم حالا میام یعنی حساب یعنی جنگ و دعواش نمار گوش کنیم با خدا بعد دیگه نکنن دیگه بچه‌ام جو هیچی نگو خیر باشه بیا یکی بله بیا یکی بچه‌م دستم نمیزنه بیا عباس بیا بده تو گفتی من کمک میکنم بیا که دیوانه شدم از دست تو ایشتا به چیکار کی بیدم که تو سرگم تو بفروخ بله نزده من لالا ایشتا به چیکار کی بیدم بچه که همین بچه های که مثل ایت موها بلند داشتک دنب خروسی میگم ما چی میگم ایت موها داشتک هم رنگ خروس ولی موهای ایت بیدک انا گفته یه سگ انا وقتی که مرغا شغال بخورن یور میگیره خیلی سگ جنگیه و پول مانون 20,000 هم بای میده هر روز انا ایته ای به چند رسیدی بدی؟ به چند رسیدی؟ این گوشله شده به ترابی هم نگو تک سنجبیتی بخریم انا با 15 ساعت 50 په سنجبیتی خریدیم انا نیا باز انا سنجبیتی خریدگی انا با 15 ساعت خب 500 دیگه کجا بدی؟
پنسدی دیگه به چگاه گفتک در سلامو نشونی داده گفتک بیا به تا کوچه همین تو بگرد به دست چپ با بگرد به دست راست پس با بیا پس بگرد به دست چپ همه سرای همون جگاهه بله ها نمیته سرای همین جگاه ها بله ها تی 500 کجا میاری؟ نشکن ها؟ اسم نپرسیدی؟ بله اسم بچه نپرسیدی؟ کدو بچه همین بچه که همین ساگ به تو داد مرتقه کتی بود بچه که نبود بو گفتک عباس عباس تو بیا به یادتونه چی گفتک همه اسم بچه سندلی میگو همه مرتقه که ساگ خریدیم چی گو اسم مگو چیه؟ آها دیگه چی؟ ها مشمندالی گو نه بوق داره نه سندلی نگفت اگه کدوم مله یون اگه کدوم منطقه یون گفت محل سنگتراشا بزیر دیک شلاماشا بچه هم بجود برات اسم بابا نگردیم سگ بوده سگ گدای بابا ولی عزیب داده اینه میتون مشناخته بفهمیدی حال با ما یک آدرس میده 10 تا چپات فرو ما زده آخه به حساب بزیر دادی دیگه پا نگردیم او بابا دیگه آدرس پیدا کنی او دیگه پیدا کرده نمیتونه ما خب دو جان چکار کنم خود ازی شما یک رای به دست بدین خب راه چکار کنیم ما دیگه بابا خونه خمه همین ازاری په پول دشه گودن دسته که برای نقصه دو برا خور بگیره همین آدم رای نمیکردی خب دیگه یک کمی عجقون مجقونه بخورده حال بیتر شده همون نقصه رو بده من به یک دقیقه میرم میگیرم یعنی دو جان مستر دل ندارم بابا که عدل سعودی شد دیوانه شدن بگه رقم میفن خود انا فقط به یک دقیقه میرم نقصه رو بگیرم میام میکنه برای خودم دیوانه شدم عدل دیوانه